میگم تا حالا شده مطمئن باشی یه چیزی، یه شیئی رو دیدی ولی یه مدت بعد بدونی که اشتباه دیدیش؟ یعنی چی؟ مغز ما داره مدام بهمون دروغ میگه ولی برای صرفه‌جویی. صرفه‌جویی تو چی؟ تو انرژی. امروز میفهمیم چرا مغز ما ترجیح میده واقعیت رو جعل کنه به جای اینکه همیشه بخواد حقیقت رو ببینه. ما معمولا فکر میکنیم مغز ما مثل یک دوربین عمل میکنه و هر چیزی که اون بیرون هست رو ثبت میکنه و میبینه و همون رو دقیقاً بهمون نشون میده. اما واقعیت اینه که مغز ما مثل یک پیش بینی کننده حرفه‌ایه تا یه دوربین. در واقع مغز ما به جای اینکه دنیای بیرون رو همونطور که هست ببینه، اونو حدس میزنه. حدس میزنه که دنیای بیرون قراره چطور باشه و بعد تصویر نهایی رو بر اساس اون حدسیات خودش میسازه. به زبان ساده، مغز واقعیت رو جعل نمیکنه چون اشتباه کاره. جعل میکنه چون باهوشه و دنبال صرفه‌جویی تو انرژی و سرعت تصمیم گیریه. بر اساس نظریه‌ای به اسم پردازش پیش‌بینی کننده، مغز مدام در حال پیش‌بینی محیط دنیای اطرافشه. اون یه مدل درونی از جهان میسازه و ورودی‌های حسی، چیزی که در واقع از چشم و گوش و بقیه حواس میاد رو با پیش‌بینی‌های خودش مقایسه میکنه. اگه داده حسی با مدل خودش فرق داشت، مغز مدلش رو کمی اصلاح میکنه. ولی اگه شباهت زیاد بود، دیگه زحمت پردازش دقیق‌تر رو به خودش نمیده و همون پیش‌بینی رو به عنوان واقعیت میپذیره. به همین خاطر ما گاهن چیزایی رو می‌بینیم یا میشنویم که واقعاً وجود ندارن. مثلا تو خطاهای دید مغز فضاها و شکل‌هایی میسازه که واقعاً تو تصویر نیستن، یا تو صداهای نامفهوم وقتی یه بار متنش رو ببینی و بخونی انگار بهتر و واضح‌تر میشنویش، چون مغز داره پیش بینی میکنه که چی بشنوه. اما سوال اساسی، مغز چرا این کارو میکنه؟ اگه 3 مورد بخوایم در نظر بگیریم، اولیش صرفه‌جویی انرژیه. مغز فقط 2% از جرم بدن رو تشکیل میده ولی 20% از کل انرژی بدن رو مصرف میکنه. برای همین سعی میکنه از پردازش‌های سنگین دوری کنه و تا میتونه از میانبرهای ذهنی استفاده کنه. در واقع پیش بینی کردن و پر کردن جزئیات ازش انرژی خیلی کمتری میبره تا اینکه بخواد کل واقعیت رو تحلیل کنه و از نو بسازه. مورد بعدی تکامل بقاه. مغز ما برای بقا طراحی شده، نه دقت. مثلا اگه ما یه سایه‌ای ببینیم و مغز اونو اشتباها تفسیر کنه و فکر کنه که یک ماری چیزی اونجا باشه، مغز ترجیح میده که اشتباه کنه و زنده بمونیم تا اینکه دیر واکنش نشون بده و آسیب ببینیم. پس این جعل واقعیت یه استراتژی بقا به حساب میاد که از گذشته‌های دور برامون جا گذاشته شده. اثر بافت یا زمینه مورد آخرشه. مغز هیچ وقت یه چیز رو جدا از محیطش درک نمیکنه. همون رنگ، همون صدا یا حتی همون جمله توی موقعیت‌های مختلف میتونه معنی متفاوتی داشته باشه، چون مغز بر اساس زمینه و تجربه‌های قبلی برداشت نهاییشو شکل میده. ما 2 نوع جعل داریم: جعل مفید و جعل خطرناک. جعل ذهنی همیشه چیز بدی نیست. در واقع همین سازوکار باعث میشه که ما خیال پردازی کنیم، رویا ببینیم و خلاق باشیم. وقتی ایده جدیدی به ذهنت میرسه، مغز در حال ترکیب و بازسازی ایده های قدیمیه، نه خلق چیزی از صفر. اما همین ویژگی گاهی باعث خطاهای حافظه و توهم میشه. تحقیقات روانشناس معروف الیزابت لافتوس نشون داد حافظه مثل ویدیو نیست که هر بار پخش بشه. هر بار که یه خاطره رو به یاد میاری، مغزت اون رو بازسازی میکنه و ممکنه جزئیات جدید یا حتی اشتباه بهش اضافه کنه. پس مغز ما دائما داره بین 2 چیز تعادل برقرار میکنه: واقعیت حسی و مدل ذهنی خودش از جهان. اون همیشه سعی میکنه با کمترین هزینه منطقی ترین برداشت رو از داده ها بسازه. بنابراین هر چیزی که میبینیم، میشنویم یا به یاد میاریم 100% واقعیت نیست، بلکه بهترین حدس ما از واقعیته. مغز ما دروغ نمیگه، فقط واقعیت رو طوری بازسازی میکنه که برامون قابل درکتر و مفیدتر باشه. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا اینجا دیدید. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه و موضوع ویدیو براتون جذاب باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و کامنت بذارید و کانال رو حتما سابسکرایب کنید. امیدوارم که دوباره ببینمتون و فعلا.